سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند سرحال باشین. من فهیم پروانی هستم و این کانال داستان سرا است. اگر تا حال این کانال را سابسکرایب نکردین پس لطف نموده سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با نوتیفیکیشن آگاه شوید. داستان امروز ما درباره پسر بچه است که وابسته به یک پرنده بود. در زمانهای دور و نزدیک پسر بچه پرنده زیبایی داشت و به آن پرنده بسیار دل بسته بود. حتی شبها هنگام خواب قفس آن پرنده را کنار رخت خوابش میگذاشت و میخوابید. اطرافیانش که از این همه عشق و وابستگی او به پرنده باخبر شدند از پسرک حسابی کار میکشیدند. هر وقت پسرک از کار خسته میشد و نمیخواست کاری را انجام دهد او را تهدید میکردند که الان پرنده‌اش را از قفس آزاد خواهد کرد و پسرک با التماس میگفت نه، کاری با پرنده هم نداشته باشید، هر کاری گفتید انجام میدهم. تا اینکه یک روز صبح برادرش او را صدا زد که برود از چشمه آب بیاورد و او با سختی و کسالت گفت خسته‌ام و خوابم میاد. برادرش گفت الان پرنده‌ات را از قفس رها میکنم. پسرک آرام و محکم گفت خودم دیشب آزادش کردم. رفت. حالا برو بگذار راحت بخوابم که با آزادی او خودم هم آزاد شدم. این حکایت همه ماست، تنها فرق ما در نوع پرنده ای است که به آن دل بسته ایم. پرنده بسیاری پولشان، بعضی قدرتشان، برخی موقعیتشان، پاره زیبایی و جمالشان، عده مدرک و عنوان اکادمیک و خلاصه شیطان و نفس هر کسی را به چیزی بسته اند و ترس از رها شدن از آن سبب شده تا دیگران و گاه نفس خودمان از ما بیکاری کشیده و ما را رها نکنند. پرنده‌ات را آزاد کن. تشکر که با ما همراه بودید. اگر از ویدیوی ما خوشت آمد لایک و کامنت کنید. تشکر.